ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. الحمدلله مقاومت جانانه‌ای که نیروهای مسلح ما کردن به تدریج داره آشکار میکنه که اون فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن یک فکر باطل و بیهوده‌ای هست. فکر میکنم که در اثر این مقاومت یواش یواش ما شاهد این خواهیم بود که کشورها فاصله بگیرن از این تجاوزی که رژیم انجام داده و تقاضا برای خاتمه این جنگ از الان شروع شده و بیشتر هم خواهد شد. یک اصل پذیرفته شده در روابط بین الملل هست. حق مشروع هر کشوری هست که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما از 2 شب قبل شروع کردند و دیشب شما شاهد ابعاد جدیدتر اون بودید و این ادامه هم پیدا خواهد کرد. ما شب اول فقط اهداف نظامی رو در نظر گرفتیم به دلیل اینکه روز گذشته رژیم اسرائیل وارد اهداف اقتصادی شد و پالایشگاه تهران و برخی از مناطق در عسلویه رو مورد هدف قرار داد. ما هم از دیشب وارد اهداف اقتصادی شدیم و اهداف اقتصادی و پالایشگاه رو در رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار دادیم. ما خواهان گسترش جنگ نیستیم مگر اینکه به ما تحمیل بشه. ما خواهان گسترش این جنگ به کشورهای دیگه و یا به منطقه نیستیم. ما از خودمون دفاع میکنیم، دفاع کاملا مشروع هست، با اقتدار دفاع میکنیم و این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش‌های ما هم متوقف میشه. ما برای هر توافقی که هدف اون عدم برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای باشه آمادگی داریم، چون این دکترین خود ما هست، اعتقاد خود ما هست مبنی بر ممنوعیت و حرمت سلاح‌های هسته‌ای. ولی اگر هدف توافق این باشد که ایران رو از حقوق هسته‌ای خودش محروم بکنه طبیعی هست که برای چنین توافقی آمادگی نداریم. דודי, מה יהיה, יומיים ברצף? حمله به عسلویه که دیروز صورت گرفت یک تجاوز آشکار و یک اقدام بسیار بسیار خطرناک است. کشاندن صحنه درگیری به منطقه خلیج فارس
یک اشتباه بزرگ راهبردی است که احتمالاً با عمد و با قصد صورت میگیره و هدف اون کشاندن جنگ به فراتر از خاک ایران هست. منطقه خلیج فارس منطقه بسیار حساس و پیچیده‌ای هست و هر گونه تحول نظامی در اون میتونه کل منطقه رو و بلکه کل جهان رو درگیر بکنه. ما از کانال‌های مختلف پیام آمریکا رو دریافت کردیم ظرف 2 روز گذشته که آمریکا دخالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. همونطور که عرض کردم ما این ادعای آمریکا رو باور نمی کنیم. شواهدی داریم که خلاف این رو نشون میده. ولی اگر واقعاً چنین ادعایی رو دارند خوبه که صراحتاً و علناً اعلام بکنن. پیام خصوصی کفایت نمیکنه. لازم هست که دولت آمریکا موضع خودش رو دقیقاً اعلام بکنه و حمله به تأسیسات هسته‌ای رو صراحتاً محکوم بکنه. شواهد زیادی داریم از اینکه چگونه نیروهای آمریکایی به رژیم صهیونیستی کمک کردند. ولی از شواهد ما مهمتر اظهارات رئیس جمهور آمریکاست که در توییت‌های دیروز خودش و مصاحبه‌هایی که انجام داده به صراحت حمایت خودش رو اعلام کرده. به صراحت گفته که بدون تجهیزات آمریکایی امکان این کار وجود نداشت و به صراحت گفته که مراحل بعدی هم وجود داره. بنابراین آمریکا از نظر ما شریک این حملات هست و باید مسئولیت خودش رو بپذیره.